نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادات الله متعال زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. با شما هستیم با ادامه ترجمه معانی آیات دیگری از سوره مبارکه قلم، سوره‌ای که الله متعال در آن قسم خورد به قلم و آنچه که می نویسد و این نشان از اهمیت قلم و نوشتن دارد. از یک طرف یادگیری و آموختن ثبات و نوشتن و تعلیم و تعلم، و از سوی دیگر اینکه انسان باید دقت بکنه تا این قلم رو در چه مسیری استفاده می‌فرماید. در ادامه رسول الله علیه السلام رو توصیف کرد برای ما الله متعال که در بالاترین درجات اخلاق و مکارم اخلاقی قرار دارند و بعد از آن من نمود ما و رسول الله علیه السلام رو از شبیه شدن به کسانی که بسیار دروغ میگویند و بسیار قسم میخورند و کسانی که سخنچینی میکنن و بد دهن هستند و تندخو هستند و همچنین درباره صفات مذمومه‌ای که شایسته نیست برای یک انسان مسلمان تا به اونها نزدیک بشه. الله متعال ما را از اونها برحذر داشت و در ادامه الله متعال حکایت صفت مذمومه دیگری رو در قالب یک داستان برای ما ذکر فرمود و آن بد دیدن مساکین و ترک کردن مساکین و حرص نسبت به مال و پرداخت نکردن آن به مساکین است. محبت مال وقتی اینقدر در قلب زیاد بشه تا اینکه انسان مساکین رو فراموش بکنه و به اونها حقی نده. داستان کسانی که باغی داشتن و گفتن که ما محصول باغ رو صبح هنگام بامداد وقتی میریم از خانه خارج میشیم که مساکین خواب باشن و زودتر آنچه که محصول داریم رو جمع میکنیم تا به مساکین چیزی ندیم. این نیت انقدر بد بود که هنوز به مرحله عمل نرسید. الله متعال عذاب نازل فرمود و باغشون رو کلا از بین برد. این عذاب و کلا باغ از بین رفت و وقتی که رفتن دیدن هیچی نیست و پشیمان شدن و امید داشتن که الله متعال بهتر از اون رو برای اونها پس بده بعد از اینکه توبه کردن و استغفار کردن از اشتباهی که انجام دادن. الله متعال در ادامه در سوره مبارکه قلم در آیه 34 بعد از اینکه پرهیز داد ما رو از عذاب خود، عذاب گرفتار شده‌ای که عده‌ای به او گرفتار شدن به مانند این افراد باغ، فرمود که عذاب آخرت سخت‌تر است، خود رو برحذر بدارید. در ادامه می‌فرماید الله متعال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. بعد از اینکه درباره اون باغ و از بین رفتن اون نعمت صحبت فرمود در یک عذاب کذلک العذاب ولعذاب الاخرة اکبر لو كانوا یعلمون. گرفت الله تعالی و عذاب الله تعالی این گونه است، هر وقت که بخواد میفرسته. عذاب آخرت سخت‌تر است، مواظب باشید. در کنار عذاب نعمت هم هست. همیشه الله متعال در قرآن کریم وقتی که نعمت ذکر میکنه عذاب رو هم ذکر میکنه، یا اگر عذاب ذکر میکنه نعمت رو هم ذکر میفرماید. عذاب رو و گرفت رو صحبت فرمود در مقابل ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. کسانی که تقوا پیشه میکنن و بنده های خوبی هستند برای الله متعال باغ‌هایی پر از نعمت دارند. افنجعل المسلمین کالمجرمین. آیا انسان مسلمان که زندگی خود رو با پایبندی به الله متعال و دینش و اطاعت از دستوراتش و پرهیز از آنچه که الله تعالی منع کرده
گذرانده است. آیا این با انسان مجرم گناهکاری که هیچی براش مهم نبوده برابر خواهد بود؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، آیا این گونه خواهد بود که اون هم بهشت بره؟ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، برای متقیان است جنت برای غیر متقیان نیست. چرا؟ چون مسلمان و مجرم با هم یکی نیستن. افنجعل المسلمین کالمجرمین، آیا اون کسی که یک عمری تلاش کرده، زحمت کشیده، عبادت کرده، باید روز قیامت برابر باشه با اون کسی که هیچ کاری نکرده و مجرم بوده و گناهکار و فاسق و فاجر و ظالم و مشرک و کافر؟ نه. ما لکم کیف تحکمون، شما رو چی شده؟ کسانی که همچین رأی دارن و فکر میکنن که چون در دنیا نعمت دارن، این نعمت دلیل بر این است که اونها بهترن و میگن که اگر ما در روز قیامت هم بریم اونجا، اگر اولا کتابی نیست و ما اظن الساعه قائمه، اولا که اصلا گمان نمی کنم که قیامتی برپا بشه، ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، و اگر برگردم پیش الله تعالی بهتر از آنچه که در این دنیا داده به من خواهد داد. اینهایی که در تخیلات و اوهام خود به سر میبرن، فکر میکنن که این گونه است، اون دنیا هم که اولا نیست، اگرم باشه باز اینها وضعشون خوب خواهد بود، چون در دنیا الله تعالی ظاهرا به اونها نعمت داده است و اونجا پس اینا محبوب ترن. این گونه نیست. ما لکم کیف تحکمون، این چه حکم کردن است؟ چه شده شما که اینجوری حکم میکنید؟ ام لکم کتاب فیه تدرسون، آیا شما کتابی دارید، یک کتاب آسمانی دارید، کتابی که بالاخره وزنی داشته باشه و از روی اون میخونید این حرفا رو و اون برای شما گفته، اون کتاب آسمانی گفته که شما روز قیامت هم جنت میرید، اونجا هم وضع شما خوب است. اون کتاب ام لکم کتاب فیه تدرسون، کتابی هست که در اون میخوانید، ان لکم فیه لما تخیرون، که در اون هست هر آنچه که شما اختیار میکنید و هر آنچه که دوست دارید در اون کتاب پیدا میکنید. آیا این صحبتایی که شما میکنید، این آرزوهای باطل، این تصورات بیجا رو از داخل اون کتاب استخراج میکنید و فکر میکنید که این کتاب برای شما این حق رو داده است؟ ام لکم کتاب فیه تدرسون ان لکم فیه لما تخیرون، در اون کتاب برای شما نوشته شده که هرچی شما اراده بکنید و انتخاب بکنید برای شما خواهد بود. همچین کتابی اگه هست، آیا همچین کتابی دارید؟ ام لکم، یا اینکه شاید این کتاب یقینا نیست همچین کتابی نیست. در قرآن کریم که فرمود افنجعل المسلمین کالمجرمین، مسلمان رو با مجرم آیا ما یکی میکنیم؟ من علیه بعض من هرگز این کارو نمیکنم. آیا اینکه که شما خودتون کتابی دارید؟ بسم الله بیارید که این رو ندارید. یا ام لکم ایمان علینا بالغه الی یوم القیامه، یا اینکه شاید شما اگر عهدی گرفتید از الله متعال که این عهد جاری و ساری است تا روز قیامت، مبنی بر این که ان لکم لما تحکمون، که شما هر کاری که میخواهید انجام بدید، هر حکمی که میخواهید بکنید و اشکالی نداره. آیا همچین عهد و پیمانی از الله تعالی گرفتید که این عهد و پیمان تا قیامت جاری و ساری باشه و بر مبنای این عهد و پیمان شما هر کاری که بخواید انجام بدید در این دنیا و یا در آن دنیا؟ آیا همچین پیمانی الله تعالی به شما داده؟ همچین قسمی خوردید شما بین خودتون الله تعالی؟ همچین وفاداری به اون پیمان سبب میشه که شما بهشت برید؟ آیا همچین چیزی هست؟ آیا همچین پیمانی الله تعالی نسبت به شما دارد؟ یا سلهم ایهم بذلک زعیم، بگو کدوم یکی از شما ضامن این جنتی که میگید هستید؟ کی ضمانت میکنه این جنت رو برای دیگران؟ سلهم، از اونها بپرس، ایهم بذلک زعیم، کدوم یکی از شماها این جنتی رو که به یکدیگر وعده میدید ضمانت میکنید برای یکدیگر؟ ام لهم شرکا، یا شاید این که اصلا شما فکر میکنید که حالا اون خدایانی که دارید یا واسطه هایی که بین خدا تراشیدید، میگید اینا پارتی ما پیش الله تعالی هستن، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینها شفاعت ما رو پیش الله تعالی میکنن. در این کسانی که شریک کردید با برخی از صفات به الله متعال، ام لهم شرکا، یا شاید برای اینها شریکانی است که اون رو شریک کردن، اون شخص رو، اونی که از اولیای خدا رو در صفاتی به الله تعالی، فلیأتوا بشرکائهم، و اون شریکانشون، اون اولیا، اون کسانی که به فریاد میخوانن، این وعده رو به اینها دادن که اینها به جنت خواهند رفت، این انسان‌های مجرم فاسق ظالم مشرک کافر. این کن فلیأتوا بشرکائهم، بیارید اون شریکانتون رو بیارید تا اونها صحبت بکنن. این کانوا صادقین، اگر اینها راست میگویند بیارن شریکانشون رو بیارن. الله متعال سه موضوع رو مطرح فرمود. شما یکی میگه روز قیامت بعضی شما بهتر است، بعضا میگن هنوز هم میگن از روی تمسخرها، و اولا که نیست، اگه باشه باز بعضی از شما بهتره. خب این حرفی که تو میزنی به چه مبنایی داری میزنی؟ کتاب آسمانی داری که در اون نوشته شده، پیمانی داری با الله متعال که بر مبنای اون پیمان میری به جنت،
و یا اینکه اون کسانی رو که تو فکر میکنی در این دنیا دخل و تصرفی دارن اونها همچین وعده‌ای به تو دادن. بسم الله، بیا و ثابت بکن. یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون. اون روز قیامت، اون روزی که کارهای بسیار سختی انجام خواهد شد و حول و هراس همه جا رو فرا میگیره. یکشف عن ساق، از ساقها کشف میگردد، ساق کشف میگردد. این تعبیر در لغت عرب برای وقتی دلالت میکنه یکشف عن ساق که طرف ما در فارسی میگیم دامن بارازد یا آستین بارازد. کسی که کار مهم رو میخواد انجام بده، که وقتی کار مهمی انجام میشه میگن که کشف ساق کرد، یعنی آستین بارازد یا فارسی دامن بارازد استفاده میشه. اما روایتی رو امام بخاری در شرح این آیه شریفه نقل کرده که رسول الله علیه السلام فرمود روز قیامت الله متعال از ساق خود پرده برمی دارد و همه دعوت می شوند به سجده برای الله متعال و همه سجده می کنند، مؤمنین و مؤمنات، زنان مؤمن و مردان مؤمن. و منافقین می خوان که سجده بکنن اما نمی توانند، کمرشون صاف میمونه و راست نمیشه، خم نمیشه برای سجده. و این ساق حقیقتش بر ما مشخص نیست، اینکه الله متعال چگونه از ساق خود پرده برمی‌دارن. یکی از مواردی هست که ما به ایمان داریم، چون در قرآن ذکر شده و در حدیث صحیح رسول علیه السلام کیفیتش و چگونگیش بر ما مشخص نیست و ما فقط به این ایمان داریم که همچین اتفاقی خواهد افتاد و نه کیفیتش مشخصه و نه عظمتش بر ما مشخص است و نه تشبیهش میکنیم با هیچ موجود و مخلوق دیگری. و الله تعالی بهتر میداند که این کیفیت این حکایت چگونه خواهد بود. اون روز سخت و اون روزی که همه در هراس هستن، الله متعال میفرماید که یدعون الی السجود فلا یستطیعون، به سمت به سجده فرا خوانده میشوند که سجده بکنید برای الله متعال اما نمیتوانند. خاشعة ابصارهم ترهقهم ذله، اینها چشمهان اونها به زمین افتاده و ذلت تمام وجود اونها رو فرا گرفته. و قد كانوا یدعون الی السجود و هم سالمون، اینها وقتی که در دنیا صحیح و سلامت بودن به اونها گفته میشد نماز بخوان، به اونها گفته میشد که بیا سجده بکن، اما این کار رو نمیکرد. کسانی که نماز نمیخوانند، این وصف حال اونهاست. روز قیامت وقتی همه در پیشگاه الله متعال به سجده میافتند، اینها نمیتوانند که سجده بکنند چون در این دنیا سجده نمیکردند. و قد كانوا یدعون الی السجود و هم سالمون، اینها وقتی که در این دنیا سالم بودن دعوت میشدن به سجده اما سجده نمیکردند. اونجا خاشعة ابصارهم ترهقهم ذله، اونجا چشمان اونها از ترس و از خجالت پایین افتاده و ذلت تمام وجود اونها رو فرا گرفته است. اینها منافقینی هستند که در صف مسلمانان بودن و اونجا میخوان که سجده بکنن اما نمیتوانن چون اینجا سجده نکردن. پس راه نجات از این حالت این است که در این دنیا انسان سجده بکنه، نماز بخونه، پایبند باشه به نمازهای خودش، عبادت بکنه، سجده های طولانی داشته باشه تا در این دنیا بتونه که سجده بکنه اونجا به محضر الله متعال در اون روز سخت. فذرنی و من یکذب بهذا الحدیث، من الله با عظمت رو بگذار با کسی که تکذیب میکنه این قرآن کریم رو، اون رو به من واگذار کن. هر کسی که این قرآن رو تکذیب میکنه به من واگذار کن. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، من اونها رو پله به پله، آرام به آرام میگیرم از جایی که هرگز گمان نمیکنن، به شیوه و طریقه‌ای که اونا هرگز گمانشون نمیکنن و نمیدانن چطور. الله متعال، ما موضوعی داریم به نام استدراج یعنی پله پله و کم کم گرفتن. الله متعال برای کسانی که از راه او منحرف میشن و خارج میشن سنت عجیبی داره، اونها مهلت میده و املی لهم، در آیه بعد فرمود و املی لهم، من به اونها مهلت میدهم. ان کیدی متین، گرفت من و تدبیر من بسیار استوار و محکم است. کسانی هستن که الله تعالی به اونها مهلت میده در دنیا با وجود گناه، فسق و فجور و ظلم و ستمشون. خیلی ها رو میبینیم نه نماز میخونه، نه روزه میگنه، نه اعتقاد به الله داره، نه پایبندی داره و فسق و فجور داره و ظلم میکنه، آدم میکشه، احیانا جنایت های عجیب میکنه و روز به روز هم میبینیم که
الله تعالی بیشتر و بیشتر و بیشتر بهش میده. این حکایت چیست؟ این استدراج هست. یعنی چی؟ الله متعال میفهمد و املی لهم، من با آنها مهلت میدم. چرا؟ در سوره مبارکه آل عمران میفهمد آیه 178 که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم، کافران فکر نکنن که من الله با عظمت اگر با آنها مهلت میدم خیرا لانفسهم، فکر نکنن که من خیر اونها رو میخوام. انما نملی لهم، من با آنها مهلت میدم لیزدادوا اثما، تا بیشتر گناه کنن. الله متعال مهلت میده به اونها تا بیشتر گناه بکنند. گناه میکنند اما توبه نمیکنند. هرچی فسق و فجورشون بیشتر میشه، نعمتاشون هم بیشتر میشه. چون نعمتشون بیشتر میشه اصلا نه پشیمان میشن، نه گناه میکنن، نه توبه میکنن، بر نمیگردن. در سوره مبارکه انعام آیه 44 میفرماید که فلما نسوا ما ذکروا به، وقتی فراموش میکنن آنچه را که با آن پند داده شده بودن، فتحنا علیهم ابواب، درها باز میکنم من الله با عظمت به سمت اونها. برای کی؟ برای کافران، برای فاسقان، برای فاجران، برای ظالمان، برای منافقان، برای اینها. فلما نسوا ما ذکروا به، وقتی فراموش کردن آنچه را که به اونها پند داده میشد، فتحنا علیهم ابواب کل شیء، به اونها باز میکنم من الله با عظمت درها، نه یک درهای نه یک چیز، همه چیز. ابواب کل شیء، از همه طرف میاد. پول میاد، ثروت میاد، قدرت میاد و نعمت میاد از این طرف و از اون طرف. ظاهرش نعمت است اما حقیقتش نقمت و بلاست. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، تا جایی که سرمست میشن از آنچه که الله متعال به اونها داده است. اخذناهم بغتة، به یک بار اونها رو میگیرم. فاذا هم مبلسون، یک بار ناامید و درمانده میمانند که چیکار بکنن. الله متعال به اونها نعمت میده، به اونها ثروت میده، قدرت میده، فرصت میده، مهلت میده تا بیشتر و بیشتر گناه بکنن. بر قلبهای اونا مهر زده. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة، بر چشمهای اونا پرده است، بر گوشهای اونا پرده است، قلبه هاشون سنگ شده، هیچ نمیفهمند، همینجوری غرق در معصیت و گناهن. چشمشون سخت، اشک نمیریزه، در قلبشون سخت شده. این مهلت الله تعالی است. این وعده الهی است برای اونها. اینها رو الله تعالی مهلت داده. بله مهلت داده. بعضی تعجب میکنن چرا فلانی رو که نه نماز میخونه نه روزه میگیره الله تعالی برکت هر چی داره بهش میده، فلانی که نماز میخونه روزه میگیره سخت گرفته بهش. آزمایش الهی است. اینی که الله تعالی شخصی که پایبند به دین است و در مسیر دینه او رو سختی بده، ابتلا بده، آزمایش بکنه، خیلی گواراتر است و بهتر است و شیرینتر است به نسبت کسی که در مسیر دین نیست و معصیت میکنه و گناه میکنه و الله تعالی به اون نعمت میده و نعمت میده و نعمت میده. این خیلی خطرناکه. این باید بترسه، نه این. اون کسی که در راه دین هست اما شرایط زندگیش سخته، این نباید بترسه. اون کسی باید بترسه که در راه دین نیست و شرایط زندگیش خیلی خوبه، چون اون بعدی عذاب الهی است. اون رو الله تعالی ول کرده، اون رو هم به حال خودش گذاشته. فلا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، به مانند کسانی نباشید که الله تعالی رو فراموش کردن، الله تعالی هم اونها رو از حال خودشون غافل ساخت. هدفشون رو گم کردن، آخرت رو گم کردن، دین رو گم کردن، فقط غرق شدن در دنیا. الله هم بهشون مهلت میده، بیشتر هم میده تا بیشتر گناه بکنن. اما انسان مؤمن رو الله متعال مبتلا میکنه، چون انسان مؤمن وقتی که به مصیبت میخوره بیشتر توبه میکنه، بیشتر اجزاری میکنه، برمیگرده به الله تعالی. این رو دوست داره، نمیخواد که گناه بکنه، میخواد که توفیق اجباری ولی اون نصیبش بشه تا برگرده. این سختی ها و این مشکلات، حتی خاری رسول الله علیه الصلاه و السلام فهمده پاش فرو میره، سبب آمرزش گناهانش میشه انسان مؤمن. اون طرف انسان فاسق و فاجر روز به روز رونقش ظاهرا بیشتر میشه تا اینکه الله متعال او رو یک دفعه میگیره و املی لهم، من به اینها مهلت میدم، این کیدی متین، کید من بسیار سخت است، گرفت من الله با عظمت. ام تسألهم اجرا، اینا چرا قبول نمیکنن حرف تو رو؟ نکنه تو از اینها چیزی طلب کردی؟ ام تسألهم اجرا، شاید شما نکنه که پیامبر من از اینها ای دعوت کرد، مگه شما از اینها پولی میخوای، مال دنیا میخوای که حرف تو رو گوش نمیدن؟ فهم من مغرم مثقلون، اونها در زیر بار قرض ثقیلی یعنی بدهکار شدن، بار قرض بر اونها سنگینی میکنه و ثقیله، نمیدونن که چطور جواب تو رو بدن. تو از اونها چیزی طلب کردی؟ نه، چیزی از شما نمیخوام. قل لا اسألكم علیه اجرا،
من اجری از پاداشی از شما نمیخوام. چرا قبول نمیکنن؟ چون اگر قبول بکنن باید به تو پول بدن. چون اگر قبول بکنن میترسن که بعد به خاطر سرمایه‌شون رو برداری. چرا قبول نمیکنن؟ این خطاب به اونها. شما چرا نمیپذیرید وقتی که پیامبر و دعوتگر میاد دعوتگر به توحید از شما 1 ریال نمیخواد، پولم که از شما نمیخواد، چی از شما کم میشه آخه؟ نه پول میدید نه مالیاتی پرداخت میکنید، چرا باید بترسید؟ چرا گوش نمیکنید؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا اونها غیب دارن و از روی غیب دارن مینویسن، خبر دارن که اینها در روز آخرت حساب کتابشون خوبه و میرن به جنت و اینها بعضشون خوبه، یا اینها از غیب خبر دارن که فکر میکنن که دیگه در این دنیا دارن در اون دنیا هم حتما خواهند داشت. نه اینطور نیست. این دنیا اون فرصت الله تعالی است به شما. الله تعالی میگه من به تو فرصت دادم تو بیشتر گناه بکنی، نه که به خاطر اینکه خیر تو رو میخوام، نه به خاطر اینکه تو بهتری. تو این حرفی که داری میزنی فکر میکنی اون دنیا هم تو بهتری، بر چه مبنای؟ غیب میدونی؟ داری از روی غیب داری مینویسی؟ چرا قبول نمیکنی حرف پیغمبر رو؟ از تو چیزی خواسته؟ پولی از تو خواسته که نمیپذیری؟ داری تمرد میکنی؟ چرا اینها رو قبول نمیکنی؟ این مشکلات و سختی ها و مصیبت ها در مسیر دعوت وجود داشته، از قدیم تا امروز خواهد بود. اما انسان مؤمن و مسلمان را الله متعال میفرماید فکر نکن که اون کسی که کافر است و مجرم است و فاسق است من بهش نعمت دادم خیرش رو میخوام فرصت دادم، نه، اون رو ولش کردم، اون رو ولش کرده الله متعال و روز قیامت عذاب میکنه. اما توی مؤمن در مسیر زندگی و سختیات صبر کن، صبور باش. فاصبر لحکم ربک، به حکم الله متعال صابر باش. آنچه الله متعال برای تو قدر الله متعال است و رقم زده و قضا و قدر است، همون رو بپذیر. در هر شرایطی از زندگی هستی بگو لا یصیبنا الا ما کتب الله لنا، به من نمیرسه مگر آن چیزی که الله تعالی برای من رقم زده. هو مولانا، بگو او مولای ماست، من راضیم به رضای الله متعال. قبول کن، راضی باش، بپذیر. فاصبر لحکم ربک، همینقدر کافی در تحمل. و چقدر احساس خوبی انسان دست میده در مصیبت ها و سختی ها وقتی که به این آیه فکر کنه فاصبر لحکم ربک. این حکم الله تعالی است، خواسته الله تعالی است درباره تو. اللهی که خالق توست، رازق توست، مالک و مدیر و مدبر امور زندگی توست، ارحم الراحمین، عزیزتر از تو به خود توست، از مادر تو به تو. این حکیم، این ذاتی که ظلم نمیکنه، خوبی تو رو میخواد، این رو برای تو این ترجیح داده، این شرایط رو. راضی باش، بگو خدای تو خواستی منم راضیم. فاصبر لحکم ربک، صبر کن برای حکم پروردگارت، آنچه به تو دستور داده عبادتش رو انجام بده. ولا تکن کصاحب الحوت، به مانند همدم ماهی نباش. یونس علیه السلام پیامبری بود که دعوت کرد قومش رو، ایمان نیاوردن، خسته شد، گفت عذاب خداوند میاد سراغ شما، من دیگه میرم جای دیگری دعوت میکنم. بدون اذن الهی فکر نمیکرد که الله متعال بر او سخت بگیرد در این کار و حرکت کرد و رفت. و حکایتش معروف است، در کشتی سوار شد جای دیگری بره، کشتی داشت غرق میشد و آمدن و خواستن که نهنگی آمد و دور کشتی میچرخید، خواستن که یک نفر رو بیاندازن تا این نهنگ آرام بشه. قرعه کشیدن، باز به نام یونس افتاد، گفتن که کسی دیگری این انسان خوبی است، باز قرعه انداختن به نام یونس، باز قرعه انداختن. آخر یونس علیه السلام فهمید که آزمایش الهی است، گفت 100 بار هم قرعه بیاندازید به نام من میافته، بندازید من. انداختن و نهنگ آمد و قورت داد حضرت یونس علیه السلام رو. و در شکم ماهی پریشان و نگران و اندوهگین 3 شبانه روز ماند و این دعا رو میکرد: لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. بار اله تو پاک و منزهی، من ظلم کردم به خود. ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم، به مانند یونس علیه السلام نباش وقتی که ندا میکرد در شکم ماهی و نهنگ و اندوهگین و ناراحت بود. اندوری نباش که بی صبری بکنی، صبر بکن، استقامت بکن ولو اینکه هر چقدر شرایط سخت میشه. لولا ان تدارکه نعمت من ربه، اگر او رو در نمیافت نعمت پروردگارش، لنبذ بالعراء وهو مذموم، در گوشه بیابان خشک بی آب و علفی میافتاد در حالی که مذمت شده بود. اما الله تعالی او رو نجات داد. الله تعالی یونس علیه السلام رو نجات داد وقتی که اعتراف کرد به آنچه که باید اعتراف میکرد. نزد الله متعال خواست تا او رو ببخشه. فاجتباه ربه، پس الله تعالی او رو برگزید. فجعله من الصالحین، او را از جمله صالحان گذاشت که راهش رو ادامه بده و دعوتش رو. الله متعال یونس علیه السلام را نجات داد و دعایی است، دعای یونس علیه السلام که رسول الله علیه السلام فرمود هر کسی که
با این دعا الله متعال رو طلب بکنه حتما مشکلش حل خواهد شد. وقتی خالصانه دعا کنه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، این دعای یونس علیه السلام است که میطلبد ما و شما هم یاد بگیریم و این دعا رو پیوسته بخوانیم. و یکاد الذین کفروا، و نزدیک است کسانی که کافر شدن لیزلقونک بابصارهم، با چشمانشون تو رو بزنن ای پیامبر من، از روی حسد تو رو چشم بزنن. لما سمعوا الذکر، وقتی که قرآن رو میشنون و تحمل نمیکنن، و یقولون انه لمجنون، و میگویند این آدم دیوانه است. و ما هو الا ذکر للعالمین، و نیست این کتاب و قرآن مگر پندی برای عالمیان، اما اینها نمیفهمند. الله متعال در این آیه ما قبل آخر، آیه 51 سوره قلم، اشاره می‌فرماید که چشم زخم حق است و رسول الله علیه السلام فرمود العین حق، چشم زخم حق است، یعنی عین چشم میزنن. چشم از روی حسادت است، از روی کینه و بغض است، از روی محبت است. احیانا چشم زخم و حتی پدر و مادر فرزند خودشون رو احیانا چشم میزنن از روی محبت و نیروی چشم حق و حقیقت است. مواظب باشید فرزندانتون رو، عزیزانتون رو، خودتون رو در معرض چشمها قرار ندید. چشمهایی که حسودن، چشمهایی که یا از روی محبت میان چشم میزنن یا از روی حسادت. عکس فرزندانتون رو، عکس نعمتهای خودتون رو، نعمت خودتون رو، عکس خودتون رو، وسیله سواریتون رو، خانه خودتون رو، وسایل خانه خودتون رو، موفقیت‌های خودتون رو، داشته‌های خودتون رو نگذارید در فیسبوک ها، در اینستاگرام ها پخش نکنید. این طرف و اون طرف تصاویر رو میگذارید، مردم میبینن، چشم میزنن شما رو، چشم میزنن. عکس نوزادهایتون رو، اطفالتون رو، فرزندانتون رو نگذارید هر جا، چشم میزنن. فرزندتون رو در معرض دید هر کسی قرار ندید. نعمت‌هایتون رو مخفی بکنید. سعی کنید در معرض چشم حسودان قرار ندید. حتی وقتی که چیز خوشتون اومد بگید ماشاءالله لا قوة الا بالله. و هر چیزی که خوشتون اومد، هر چی که بود، هر چیزی که دید دور براتون، انسانی بود و شیئی بود، بگید ماشاءالله لا قوة الا بالله. این رو حتما بگید تا اگر خودتون نیروی در چشمتون هست نزنید دیگران رو. و مواظب باشید بخونید، بر فرزندان خودتون دم بکنید سوره قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی 255 سوره بقره و آیات آخر سوره مبارکه بقره رو بر فرزندانتون دم بکنید و اونها رو از شر چشم زخم در امان بدارید. که رسول الله علیه السلام فرمود بسیاری از این امت من رو چشم زخم به قبرها فرستاده و بسیاری فرمودن انسان رو به قبر میرسانه، چشم انسان رو به قبر میرسانه و شتر رو به دیگ پخت و پز، به این معنا که حیوان رو حتی وقتی چشم میزنن نزدیک به مردن و کشتن میرسه و از بین میره. مواظب باشیم که دیگران رو چشم نزنیم. هر وقت که چیز خوشتون اومد بگید ماشاءالله لا قوة الا بالله. و فرزندانتون، خودتون، خانواده خودتون رو محافظت بکنید از شر چشمه هایی که حتی به رسول الله علیه السلام تاثیر منفیشون میرسید. طبق این آیه الله متعال ما و شما رو از شر چشم زخم، از شر حسودها و از شر دشمنان انس و جن در پناه خود محفوظ نگه دارد. و ما و شما هم سعی بکنیم خودمون رو در معرض دید دیگران زیاد قرار ندیم تا آنچه که داریم رو اونها چشم بزنن و ما رو اذیت بکنن. از همه شما عزیزان میخوام که ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني